به نام الله که بخشاینده و رحمت است. کیومرث، پادشاه ایران. قسمت اول. ما در تلاش هستیم تا کانال اسرار جهان را بهتر کنیم. لطفاً جهت حمایت از ما کانال را سابسکرایب کنید. کیومرث از اولین پادشاه جهان ایران حساب می آید و مؤسس اولین سلسله یعنی پیشدادیان است. کیومرث یا گیومرث، نام نخستین نمونه انسان در جهانشناسی مزدیسنا، نخستین پادشاه ایران و نخستین پادشاه پیشدادی در اسطوره شناسی ایرانی است که بر پایه شاهنامه فردوسی 30 سال پادشاهی کرد. ریشه شناسی نام کیومرث در زبان اوستایی از دو جز گیو گیا به معنی زندگانی و مرتن به معنای میرنده یا فناپذیر تشکیل یافته است. کیومرث در تاریخ‌نگاری‌ها و داستان‌های ایرانی و گیومرث یا جیومرت تاریخ‌نگاری‌های اسلامی و گیومرد یا کیومرث یا گیو که مرت پهلوی همگی از واژه اوستایی گیه مرت ریشه گرفته است. بخش گیه به معنی جان و بخش مرت در معنای مردن است. مرت یعنی درگذشتنی، میرا و فانی و بدینسان گیه مرت به معنای زندگانی میرا یا حیات فانی است. به سخن دیگر انسان و آدمی چون سرانجام آن فنا و زوال است، زنده میراست. برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب. اوستا مجموعی از کتاب‌های دینی در مزدیسناست که به زبان اوستایی نوشته شده است. این مجموعه در دوره ساسانی دارای 21 بخش بوده است. اما امروز 5 بخش از آن باقی مانده است که عبارتند از یسنا، شامل گاهان، یشتها، وندیداد، ویسپارد و خردهاوستا. پس از شاهنامه دیگر چندان نامی از کیومرث در ادبیات پارسی دیده نمی شود. کیومرث هرگز به شهرت شهریاران بزرگ بعدی چون جمشید و فریدون نرسید. شعر جهاندار شاه اخستان که طبیعت کیومرث تحمورث امکان نماید. گویا در یکی از نسک‌های مفقود اوستای ساسانی به نام چهرداد، سرگذشت کیومرث به تفصیل آمده بود. خوشبختانه خلاصه این نسک در کتاب پهلوی دینکرد آمده است. کیومرث در اوستا با سفت نخستاندیش آمده است، زیرا نخستین کس است که پیام اهورامزدا را دریافت کرد. برخی از متخصصان او را با آدم در ادیان ابراهیمی یک دانستند. ولی این نظریه کاملا اشتباه است. در فروردین یشت بند 87 نیز آمده که فروهر کیومرث را میستاییم که نخستین کسی است که به گفتار و آموزش اهورا مازدا گوش فرا داده و کسی است که اهورا مازدا از او خاندانهای کشورهای آریایی و نژاد کشورهای آریایی را آفریده است. یک اندیشه اساطیری قدیمی در بخشی از دینکرد آمده است که در آن آیین ازدواج میان نزدیکان، خیدوس، توصیه و توجیه شده است. به عنوان نخستین نمونه خیدوس، پیوند مقدس میان اورمزد، خدای آسمان و دخترش سپندارمز، زمین برشمرده شده است. از این پیوند است که کیومرث زاده شد. نگاره‌ای از کیومرث در شاهنامه که مردم را فرمان می‌دهد تا با دیوان نبرد کنند. کیومرث یا گیومرت نخستین پادشاه کشور ایران در شاهنامه است که 30 سال پادشاهی نمود. فردوسی چنین بیان می‌کند که او در کمال و بزرگی دیهیم بر سر گذاشت، ولی از دوران او آگاهی در دست نیست. زمان کیومرث مانند زمانی نیست که پسر از پدر یاد نماید یا احوالات و خاطرات پدر را بتواند مو به مو بازگو نماید. آنچه بود کیومرث انسانی بود برتر از دیگران در اخلاق و مردمانگی. در شاهنامه درباره کیومرث این گونه آمده که او نخستین کسی بود آیین تاج و تخت را آورد. پادشاهی کیومرث از روز نوروز که جهان پر از فر و آیین و آب است آغاز می‌گردد. دشت و دمن پر از سبزه و گیاه، آفتاب گرمابخش و درخشان، چنین روزی است که کیومرث تاج شاهی به سر برنهاد. آنچنان که برمی‌آید جایگاه نخستشان در دل کوه بوده، شاید بتوان گفت از کوهستان نشینان بوده است. جامه و تنپوش‌های گیومرت و گروهاش نیز جامه‌ای بافته شده نبود، پس هنوز به هنر پارچه بافی آشنایی نداشتند. از پوست جانوران رام یا ددان مانند پلنگ پوششی برای خیش فراهم می‌نمودند. این که از فرهنگ دوره مزبور در ایران اشیا و آثاری توسط باستانشناسان کشف گردیده است. جامه‌ای که ایرانیان در زمان کیومرث داشتند،
هنوز دوران اولیه بشر متمدن و یک جانشین را سپری می‌نمود و نیاز به ارتقای همه جانبه داشت. بدین سبب کیومرث در پیشرفت فرهنگ و تمدن ایرانیان نقش بسیاری ایفا نموده و پدر تاجدار ایرانیان کهن بوده است. شاهنامه او را بانی و ترویج دهنده انواع پوشیدنی، خوردنی، آموزش و پرورش معرفی می‌کند. به عبارتی ایرانیان برخی فنون را در رشتن و بافتن از پشم جانوران را مدیون وی هستند. پایان قسمت اول. در قسمت بعد این موضوع اشاره به جنگ‌های پادشاه اول ایران یعنی کیومرث اشاره خواهیم کرد. لطفاً از ما با لایک و ساب کردن حمایت کنید. ممنون از شما.